عالم جنها تنها یکی از هزاران عالمی است که خداوند متعال با قدرت و نیروی بی‌نظیرش خلق کرده. این عالم همونقدر که جذاب هست وحشتناک هم هست. هرچقدر که ما از این موجودات خوشمون نیاد، ولی این یه واقعیته که اونا با ما و بین ما زندگی میکنن. خدا برای هر انسانی یه جن آفریده. بیایم با هم دیگه این موجودات رو بهتر بشناسیم. قبل از تماشای این ویدیو کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید و برای حمایت از ما کافیه که این ویدیو رو لایک کنید و در ادامه با کانال ایسا تیوی همراه باشید. هرچند ظاهرا این انسان‌ها هستن که روی زمین حاکمیت میکنن، ولی لازم به گفتنه که وقتی هنوز ما انسان‌ها توی این دنیا وجود نداشتیم، جن‌ها تو 4 گوشه این دنیا فرمان روایی میکردن. یعنی جن‌ها قبل از ما تو این دنیا بودن. جن‌ها که تو این ویدیو قراره بیشتر در موردشون بدونیم، این موجودات جالب و حیرت انگیز زندگی بسیار مرموزی دارن. چرا ما از جن‌ها میترسیم؟ مگه اونا هم مثل ما انسان‌ها موجوداتی نیستن که خداوند متعال خلق کرده تا بندگیش رو بکنن؟ به نظرم دلیل این که انسان‌ها از جن‌ها میترسن اینه که این موجودات هر جایی ما هستیم حضور دارن، تو خونمون و حتی توی محل کارمون. ولی علی‌رغم این که کنار ما حضور دارن، با چشم نمیشه اونا رو دید. همونطور که ما انسان‌ها صاحب کار و زندگی هستیم، جن‌ها هم مثل ما زندگی میکنن. وقتی حموم میکنیم، وقتی تو آشپزخونه غذا میپزیم، جنها هم توی این مکانها حضور دارن و به زندگیشون ادامه میدن. ولی یکی از تفاوت‌های مهم بین انسانها و جنها اینه که با اینکه ما نمیتونیم اونا رو ببینیم، ولی اونا میتونن ما رو ببینن و دید بزنن. با توجه به آیات قرآن کریم میدونیم که انسان از خاک آفریده شده و جن هم از آتش بدون دود خلق شده. جنها هم مثل ما انسانها دارای فرکانس خاصی هستن، یعنی اونا هم از انرژی به وجود اومدن. یکی از دلایل اصلی که انسانها قادر به دیدن جنها نیستن همین فرکانس خاص جنهاست. همونطور که گوش انسان میتونه به ارتعاشات بین 20 تا 21 هزار هرتز واکنش نشون بده و صدایی که تو این محدوده هست رو بشنوه، دقیقاً یه فرکانس هم برای دیدن وجود داره. چون جنها در طول یه موج متفاوت هستن، به همین خاطر انسانها قادر به دیدن اونها و حتی شنیدن صدای اونها نیستن. ساختار چشم انسان میتونه محدوده بین 400 تا 700 نانومتر رو ببینه. چشم انسان نمیتونه اشعه مادون قرمز بالای 700 نانومتر یا اشعه ماورابنفش زیر 400 نانومتر رو ببینه. ولی اینکه ما نمیتونیم ببینیم دلیل نمیشه که اون چیز وجود نداره. محدوده فرکانس بینایی و شنوایی بقیه موجودات با ما فرق میکنه. خداوند دنیای متفاوتی واسه همه موجودات خلق کرده. محدوده شنوایی انسان‌ها 20 تا 21 هزار هرتز، گربه‌ها 100 تا 60 هزار هرتز و سگ‌ها 65 تا 45 هزار هرتز است. هرچند نمیدونیم محدوده طول موج جنها چقدره، ولی این رو میدونیم که حیوانای خونگی ما میتونن جنها رو ببینن و صداشون رو بشنون. و این موضوع هم وجود اونا رو به طور منطقی توجیه میکنه. آیا میشه با جنها ارتباط برقرار کرد؟ جواب این سوال هر چقدرم که ترسناک باشه، ولی آره، ما میتونیم با جنها ارتباط برقرار کنیم. این ارتباط برقرار کردن گاهی اوقات به خواسته خود انسانها و گاهی هم برخلاف میل انسانها اتفاق میفته. ولی چجوری؟ یکم دیگه سراغ این موضوع هم میریم، ولی بیاین قبلش با هم دیگه نگاهی بندازیم به اتفاق عجیبی که بین پیامبر اسلام و جنها افتاده. جنها هم مثل ما انسانها صاحب هوش، عقل، اراده و شعور هستند. به همین خاطر هم موظف به اطاعت از دستورات خداوند، عبادت و ایمان به او هستند. وقتی قضیه اینه، میشه گفت که جنها تو موضوع باور و ایمان فرقی با ما انسانها ندارن، چون جنها هم مثل ما انسانها مسلمون، مسیحی، یهودی و کافر دارن. جنها چجوری مسلمون شدن؟ وقتی پیامبر موقع نماز آیات قرآن میخوند، یه گروه 7 نفره از جنها بودن که با کنجکاوی پیامبر رو تماشا میکردن و به قرآن گوش میدادن و همینطور از شنیدن قرآن لذت میبردن. پیامبر که از این قضیه خبر داشت، شروع به قرآن خوندن کرد تا تو زمانها و مکانهای مختلف وحی الهی رو به اطلاع جنها برسونه.
بازی روزی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم همراه با عبدالله ابن مسعود به جایی تو نزدیکی حجون میرن. پیامبر با تکه چوبی که تو دستش بود خطی روی زمین میکشه و رو به عبدالله میگه من به اون طرف خط میرم ولی تو از این خط رد نشو. پیامبر به اون طرف خط میره و شروع به خوندن قرآن میکنه. البته پیامبر آگاه بود که دور و برش جنهای زیادی حضور دارن و مخصوصا هم برای اونها قرآن میخوند. بعد از خوندن قرآن جنها از پیامبر میپرسن چطور باور کنیم که تو از طرف خداوند فرستاده شدی؟ میتونی یه معجزه به ما نشون بدی؟ اونجا یه درخت آدامس بوده. پیامبر اکرم به درخت اشاره میکنه و میگه اگه این درخت شهادت بده باور میکنین که من رسول خدا هستم؟ جنها میگن آره قبول میکنیم. پیامبر درخت آدامس رو صدا میکنه. جنها از دیدن این جریان تعجب میکنن، چون درختی که پیامبر صدا کرده بود آروم آروم پیش پیامبر میاد. پیامبر از درخت میپرسه آیا شهادت میدی که من رسول و فرستاده خدا هستم؟ درخت میگه من شهادت میدم که تو فرستاده خدا هستی. جنها بعد از شهادت درخت ایمان میارن، ولی فقط این قضیه علت اصلی مسلمون شدن جنها نبود، بلکه موقعیت‌های دیگه‌ای هم بود. تازه این قسمت جالبتر هم هست. همونطور که میدونین جنها به خاطر ساختار وجودیشون میتونستن به آسمون برن و به گفتگوهای بین فرشته ها گوش بدن و اطلاعاتی درباره عالم غیب به دست بیارن. چون نمیتونستن حقیقت موضوع رو بشنون و ادراک کنن، همراه با اطلاعات غلط و تعریف شده به زمین برمیگشتن و این اطلاعات رو به همدیگه و به انسانهایی که با اونها در ارتباط بودن انتقال میدادن و از این طریق باعث پخش اطلاعات نادرست بین جنها و انسانها میشدن. ولی این جریان با اومدن پیامبر اسلام کاملا قطع شد و بین جنها و آسمان سدی کشیده شد و جنها دیگه نتونستن از فرشته ها اطلاعات بدزدن. جنها که سعی می‌کردن به آسمون برن و خبر بیارن، ناگهان با گلوله‌هایی از آتش مورد هدف قرار می‌گیرن. وقتی جنها با دست خالی و بدون اخبار به طرف قومشون برمیگردن، قوم ازشون دلیل دست خالی برگشتنشون رو میپرسن. اونا هم میگن که بین ما و اخبار آسمانی یه سد و دیواری تشکیل شده و به سمت ما گلوله‌های آتشین پرتاب شد و ما هم بدون اینکه خبری بشنویم برگشتیم. جنها نمیدونستن علت این سد بین خودشون و آسمان چیه. به همین خاطر پادشاه جنها بهشون مأموریت میده تا علت به وجود اومدن این سد رو پیدا کنن. جنهای مأمور باید همه دنیا رو میگشتن تا علت رو پیدا میکردن. به همین خاطر گروه جنهای مأمور واسه بررسی روی زمین راه میافتن. اون زمان یعنی 3 سال قبل از هجرت، پیامبر در حال بازگشت از طائف تو مکانی توقف کرده بوده و نماز صبح میخونده. یه گروه 7 نفره از جنهای جستجوگر پیامبر رو میبینن که داره نماز صبح میخونه. جنها بعد از اینکه آیات قرآنی که پیامبر تو نمازش میخوند رو میشنون، میگن دلیل اینکه نمیتونیم از آسمان خبر بگیریم همینه. ولی جنها از شنیدن آیات قرآن لذت میبردن. اونها فوراً پیش قومشون برمیگردن و جریان رو براشون توضیح میدن و میگن که ما به آیات اعجاب انگیز و زیبای قرآن گوش دادیم. قرآنی که به راه راست هدایت میکنه و ما به قرآن ایمان آوردیم و دیگه برای خداوند هیچ شریکی قائل نمیشیم و با این جریان اسلام بین جنها گسترش پیدا میکنه. مکانی که توی این عکس میبینین مسجد جن هست که توی یکی از جاهایی که پیامبر واسه جنها قرآن میخوند ساخته شده. جنها هم مثل ما انسانها جنسیت دارن و ازدواج میکنن و بچه دار میشن. اونا هم مثل ما انسانها به دنیا میان و بزرگ میشن و بالاخره یه روزی هم میمیرن. طول عمر متوسط جنها خیلی بیشتر از ما انسان هاست. گفته میشه که جنها بین 1000 تا 1500 سال عمر میکنن. اونا هم به دنیا میان تا در معرض امتحان الهی قرار بگیرن. تو آخرت هم یکی یکی حساب پس میدن و به بهشت یا جهنم میرن. تو یکی از آیات قرآن کریم به این موضوع اشاره شده. جنها به صورت دست جمعی تو جاهای مختلفی زندگی میکنن. بعضی از جنها تو اعماق دریاها، بعضیاشون تو غارها، بعضیاشون پیش آدمها و همینطور جنهای کافر هم توی جاهای کثیف و بدبو زندگی میکنن. همچنین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود مسلمونها رو از ادرار کردن توی سوراخ حشرات منع کرده، چون توی این سوراخ‌ها جنها زندگی میکنن. جنها همه جای دنیا حضور دارن. توی آمریکا، اروپا، ایتالیا، ترکیه و همه جای دنیا زندگی میکنن.
مثلا گفته میشه جنهایی که واسه گوش دادن به قرآن خوندن پیامبر اسلام اومده بودن از جنهای نسیبین بودن. جنها میتونن خودشون رو به شکلهای مختلف در بیارن و کارهایی که انسانها قادر به انجامش نیستن رو انجام بدن. هرچند این توانایی باعث برتری اونها نسبت به انسانها نمیشه، ولی جنها به خاطر داشتن نیرو و قدرت‌های متفاوت میتونن کارهای سخت و سنگینی که انسانها از انجام دادنش ناتوان هستن رو انجام بدن. بهترین مثال این قضیه همینه که به امر خداوند جنها تحت فرمان حضرت سلیمان بودن. حضرت سلیمان از جنها برای انجام کارهای سخت و سنگین استفاده میکرد. خداوند متعال به هر انسانی یه جن داده، یعنی همه ما یه جن مخصوص خودمون داریم. حتی اگه نتونیم جن خودمون رو ببینیم، اینجا منظور از جن شیطان هست. همونطور که میدونین شیطان هم از جنیانه. حتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم جن داشت. حدیث مسلم میگه در میان شما کسی وجود ندارد که یک شیطان و یک فرشته همراه خود نداشته باشد. تو قرآن کریم هم شواهدی وجود داره که نشون میده انسان‌ها میتونن با جنها ارتباط برقرار کنن. همونطور که قبلا هم اشاره کردم، حضرت سلیمان نمونه بارز این موضوعه، ولی برای ارتباط برقرار کردن با جنها باید مهارت و توانایی انجام این کار رو داشته باشیم، چون ممکنه اشتباه بکنین و جنها بر شما مسلط و حاکم بشن. جنها موجودات مورد اعتمادی نیستن، چون ممکنه خودشون رو خوب و موجه نشون بدن و بعد از اینکه به شما مسلط شدن تهدیدتون بکنن و شما رو مجبور به انجام کارهای مختلفی بکنن. به همین خاطر بهترین کار اینه که از اونا دوری بکنیم. به علاوه یادآوری این موضوع هم لازمه که خداوند متعال ما رو برتر از جنها آفریده. تا وقتی که ما انسانهای با ایمانی باشیم، جنها نمیتونن کوچکترین آسیبی به ما برسونن. به همین خاطر فکر کردن درباره جنها و ترسیدن از اونها کاری بیخود و بی‌معنیه. تو منابع مختلف اسلامی اطلاعاتی وجود داره که نشون میده جنها میتونن به جسم انسانها و حیوانات نفوذ کنن. ولی خود جنها توانایی انجام این کار رو ندارن، بلکه فقط کسایی که قادر به ایجاد تونلی تو قلمرو متافیزیک هستن خواسته یا ناخواسته باعث این کار میشن. یا همینطور آدم‌هایی که مشکل روانی دارن و از نظر روحی ضعیف هستن ممکنه با جنها وارد ارتباط بشن. یه سوال جالب دیگه درباره جنها همینه که آیا جنها پیامبرهای مخصوص به خودشون رو داشتن یا نه؟ حضرت محمد در زمان حیاتشون هم پیامبر انسانها و هم پیامبر جنها بودن. ولی جنها قبل از وجود انسانها، یعنی قبل از حضرت آدم هم وجود داشتن. علمای اسلامی همگی به اتفاق معتقدن که بعد از فرستاده شدن حضرت آدم به زمین، پیامبرهایی از جنس انسانها جنها رو هدایت کردن. مهمترین دلیل برای این عقیده همینه که تو قرآن کریم گفته شده: ای گروه جن و انس، آیا برای هدایت شما از خود شما رسولانی نیامد که آیات مرا برای شما بخوانند و شما را از مواجه شدن با این روز سخت محشر بترسانند؟ اگه اینطوریه، پس وضعیت قبل از خلقت انسان چجوری بوده؟ چون خدا انسانها و جنها رو فقط برای بندگی خودش آفریده، پس جنها قبل از خلقت حضرت آدم هم باید پیامبر و هشدار دهنده‌ای داشته باشن. از اونجایی که تو اون دوران انسانها هنوز آفریده نشده بودن و علیرغم اینکه انسانها درباره فهمیدن این موضوع خیلی کنجکاو هستن، ولی اطلاعات صحیح درباره امکان وجود داشتن رسول و پیامبری واسه جنها وجود نداره و نظر دادن درباره این موضوع هم زیاد درست به نظر نمیرسه. احتمالاً فرشته ها هم یه زمانی به جنها هشدار میدادن. این موضوع رو خدا خودش بهتر میدونه. جنها ساکنین یکی از عالم‌هایی هستن که خداوند متعال خلق کرده. موجودات مختلف زیادی وجود دارن که ما ازشون اطلاع نداریم. با یادآوری این موضوع که ما انسان‌ها برتر از جنها آفریده شدیم، لازم به گفتنه که وقتی به جای ترس از جنها به خداوند متعال پناه میبریم، جنها نمیتونن به ما ضرری برسونن. انسان باید بدون اذن خداوند هیچ چیزی نمیتونه بهش ضرر و آسیبی برسونه و باید با دعا خوندن به خدا توکل کنه. دعاهایی که میخونه و توکلش به خداوند از او در برابر آسیب جنها محافظت میکنه. شما با دعا خوندن میتونین جنها رو از خودتون دور کنین، چون که هیچ قدرت و نیرویی به جز قدرت و نیروی خداوند وجود نداره.
خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. اگه از این ویدیو خوشتون اومده باشه با زدن دکمه شیر به دوستاتون شیرش کنید. برای دیدن ویدیوهای جدید و جذابتر روی یکی از این ویدیوها کلیک کنید و برای عضو شدن به این کانال روی عکس کانال کلیک کنید.